هذا النور شفاء صدور. قصه زن و شیر. تاریخ مشهوری که شیخ احمد سلیم در کتاب خود آورده است، در آن سپرده می شود که بار زن به نزدش آمده گفت: میدانی من همه چیز را می فهمم، ولی به من داروی تیار کن که شوهرم تنها مرا دوست دارد و دیگر هیچ کس را دوست ندارد. عالم گفت: من بهترین دارو تیار میکنم برای تو، بسم الله. زن گفت: در حقیقت؟ عالم گفت: البته، ولی برای دارو با من یک جزء لازم است. زن گفت: کدام جزء لازم است؟ عالم گفت: با من موی سر شیر زنده را بیار. زن گفت: من از کجا چی طور موی شیر زنده را میگیرم؟ از شیر مردگی گیرم، خواهش میکنم. عالم گفت: نه، تنها از شیر زنده باشد. زن گفت: خوب، من به هر حال کوشش میکنم. زن در صحرا جایی را انیق کرد که شیر در آنجا میگشت. گوشت خریده به آنجا رفت. پاره‌های از گوشت‌ها را به هر طرف پرتافتن میگرفت. شیر قبول کرده گوشت‌ها را میخورد. روز از روز زن گوشت پرتافتن میگرفت و شیر میدید که گوشت میآرد، به او عادت کرد. هر روز مسافه بین آنها کوتاه میشد. شیر به زن عادت کرد. شیر به او همچون به آدم اشاره میکرد که به او طعام میدهد. دوستش داشت و در آخر زن با شیر واخورد. نزدیک آمده و دستهایش را در موی شیر ماند. دید که شیر چیزی نمیگوید. آنگاه قیچی را گرفته تیز پارچه از موی شیر را برید. سراسیمه با آن پارچه برگشت. وقتی که نزد عالم آمد گفت: انا من پیدا کردم. عالم گفت: سبحان الله، تو چگونه جرأت کردی که این کار را انجام دهی؟ با من مفصل نقل بکن. و زن به نقل کردن شروع کرد. زن گفت: من شیر را آموختم، جلوه های او را، خصوصیت هایش را فهمیدم که با او چگونه چی طور رفتار کنم. سپس من تأثیر به او از همه اصول دوست داشته اش را انتخاب کردم. آنگاه عالم خندیده گفت: ای زن، به نزد شوهرت برگرد و با او کار ببر، همان کارهایی را که با شیر کردی. او چون شیر درنده نیست. او تو را نمیخورد، او تو را میفهمد. سبحان الله. خداوند هر یک زن ما را توفیق بندگی عطا کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.